با درود بر شما هموطنان گرامی و بزرگوار، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز 10 دی هست و 31 دسامبر سال 2014 در روزهای چهارشنبه در خدمت شما هستم با کتاب مستطاب شاهنامه. میگن قرآن پارسی که با این توهین عظیمی است در شأن این کتاب. به گمان من خدمتتون عرض شود که اجازه بدهید از گادها یک عبارت برای شما بخوانم، یک سرود از سرود 43 بند 4. ایمان من به تو پیوندی ناگسستنی است، چون پاداش دروغ پرست و نیکمنش را از آن فروغ آتش پاکت که جز راستی و داد نیست برقرار خواهی فرمود. بله، کوتاه مختصر، ان خیر الکلام قل و دل. خب عرض کنم خدمتون که یک خبری هست از این آدمخوران ایران. نزدیک به 2 ماه است که در اهواز جسد یک بهایی در سردخانه نگاه داشته شده و مقامات محلی از صدور اجازه دفن وی خودداری میکنند. بنابر گزارش هرانا به نقل از سرویس خبری جامعه بهایی شامل بینا، در روز 6 آبان ماه سال جاری از دنیا رفت، اما با وجود درخواست‌های خانواده‌اش و دیگران به مقامات متعددی از استاندار تا امام جمعه شهر برای دفن این شهروند بهایی، جسد او همچنان دفن نشده است. این گزارش می‌افزاید که قبرستان بهائیان شهر اهواز اخیراً توسط مقامات به شیوه بیرحمانه بسته شده، درب ورودی محوطه قبرستان جوش داده و جلو اون دیواری کشیده شده است. در شهر سمنان نیز به بهائیان گفته شده که برای صدور جواز دفن برای بستگان خویش تعهدنامه‌ای را امضا کنند. در این فرم از آنها خواسته شده که روی قبر چیزی به جز نام و تاریخ تولد و فوت شخص نوشته نشود و هیچ فضای سبزی در قبرستان ایجاد نشود، چرا که این کار به منزله ترویج آیین بهایی محسوب می شود. بله آقا، حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر اسلامی. و من همواره بر این نکته تأکید میکنم هموطن گرامی، ای بزرگوار، ای گرفتار، ای دربند، ای اسیر، که تصور نکنید که اون چیزی که از ابتدا بوده از این بهتر بوده. 1000 بار بدتر و خطرناکتر و وحشتناکتر از این بوده. پیر زنها رو به شتر میبستن اینها، همون اولیاشون، بنیانگذاراشون. 4 شتر پیر زن که 4 تکه بکنن. رحم نداشتن، اصلا نمیفهمیدن رحم چه هست. یک مش مردم آزاده گردن فراز مهمان دوست با فتوت رو تبدیل کردن به یک مش آدم خونخوار با دین الهی. الله 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 فرموده است پیر زن رو به شتر ببندی. تا چه رسد به اینها؟ دوستی دیشب زنگ زدن که این سید طباطبایی با سر کلش پیدا شده با اون لاتائلات و کلپتره هایی که میگوید، و واقعا چون قابل نیست من در جواب اقدام نخواهم کرد، چون ما ذهن او رو آزمودیم. یک پنی این مرد اطلاع راجع به هیچ نداره. قرآنش رو به گردنش آویزان کرده و رفته خدمت اون برادر سنی ما، عرض شد که و در اونجا کلپتره های بسیار گفته. عصبانی هم این بار بوده، توهین هم میکرده. پدر جان تو چه ناراحتی داری؟ تو که طباطبایی هستی، تو بهش رفتنت حتمی است. تو قرار حوری به بر بکشی. جدت علی مولا علی اونجا از اون در پشت اونجا میبردت اونجا، عسل بهت میدهد و حوری دیگه چه میخوای از جان ملت؟ حرفتو بزن دیگران هم حرفشونه بزنن.
لگد چرا میپرانی؟ حالا تازه وارد فیزیک هم شده، فیزیکدان شد یک شبه. اصلا تو صاحب اون عقلی نیستی که بفهمی مثلا گالیله چه گفت یا قوانین کپلر چه هست. 30 سال معلم بذاره تو نخواهی فهمید، چون یه عمر قرآن خوندی بیچاره. و به شما خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که خوبی و بدی یک ایدئولوژی، خوبی و بدی یک کتاب از اثراتی است که باعث می شود و جوامعی که به وجود می آورد. از اونجا می توان فهمید این کتاب آیا دارای روان پاکی بوده است، آیا این کتاب راهنمای درستی برای بشریت بوده است یا خیر. نه از تعریف و تمجید و اینها در بلاغت چنین است، در فصاحت چنین است و اینها، همه اعراب فصیح بودن چون زبانشان فصیح بود. بعد از گذشت 1400 سال عقب مونده ترین ملت ها مسلمان ها هستن. یه 4 تاشون در این خلیج فارس معدن فروشی میکنن، یه پولی به چنگ انداخت آوردن. شما از اندونزی نگاه کنید، نمیدونم بنگلادش و پاکستان و اینا بر اثر تعلیمات این کتاب به این بدبختی افتادن. 1,5 میلیارد آدم، 600 تا مدرسه، اسمش مثلا میگن دانشگاه. چه دانشگاهی، چه کشفی شد در این دانشگاه ها، چه چیز، 600 تا. اینا بر اثر تعلیمات راهنمود عرض کنم که کتاب مستطاب بوده. سید آویزی کن به گردنت بیشتر بخوان، آخر عمری عرض کنم که شاید رستگار شوی، تا حالا که نشدی. خب ما می رویم سراغ کار خودمان، چون فضای این سخنان و کلیت مطلب متعفن است. امروز فضای ایران متعفن است، مسموم هست. متعفن ترین هست فضای ایران. شما دیدید، شما فکرشو بکنید، یه بابای مرده انسانی، شهروند ایران، یه آدم به مردگان هم تبعیض قائل هستن. اینا از برکات قرآن. خب نجس و کافر و خارج از دین و مرتد و اینا همه مصطلحات اونجاست، تعلیمات از اونجاست. بهایی که علل خصوص نجس هست و زاله، به قول خودشون فرقه زاله بهاییه. حالا چی شده؟ یه عده گفتن آقا ما خسته شدیم از این خرافات، بیچاره شدیم. آقا گروه از بهترین روشنفکران اون روزگار بسیارشون قبول کردن که از شر این آخوند و آخوندیسم رها بشن، چون در بهاییت میدونید که آخوند وجود نداره. بابیای نخستین خدمت کردن به تجدد در ایران، این گردن رو از این زنجیر اسارت این داستان بیرون کشیدن. حالا بهشون میگی که آقا چرا اینجور است؟ نه خیر، اینها اسلامی نیستن، اینا اسلامی نیستن، این چیز اسلامی نیست. میگوین لا اکراه فی الدین. خب بابا اون اهالی مکان که اکراه داشتن از این دین، پس این لشکرکشی چی بود؟ قتل عام‌ها چی بود میکردن؟ لا اکراه فی الدین.
حداقل نصف قبایل عرب رو قتل عام کردن بعد از مرگ رسول. لا اکراه فی الدین. این گربه مرتضی علی هر طرف که بندازی چارچنگولی بیاد پایین. چارچنگی بگیم بهتر است، اصطلاح این چارچنگولی میاد پایین. همون دوباره یه چیز دیگه میگو، یه چیز دیگه میاد. بس تضاد درش هست. علی به ابن عباس میگوید آقا میری با این خوارج صحبت کنی از قرآن دلیل نیار، به جهت اینکه این قرآن حمال ذووجهین هست. حمال ذووجهین. شما یه چیزی میگوید اونها یه چیزی عکسش میاره، به جایی نمیرسی. به چه دلیل؟ چون مستدل نیست آخه، همش تضاده. این آقا چرا اینقدر متضاده؟ ناسخ و منسوخ هست. آقا یعنی چی ناسخ و منسوخ؟ خداوند عقلش عوض شده. خداوند تبارک و تعالی عقلش عوض شد آقا، فکرش عوض کرد. مثل که خداوند مش حسین بادفروشه، به 15 روز عقلش عوض شد، فکرش عوض شد. خودش فرموده است ما هر موقع بخواهیم یکی رو منسوخ بکنیم خودش رو میآوریم. بله خب یه حقه بازی از این دیگه بالاتر. خداوند فکرش عوض کرد. خب حیف وقت، واقعا حیف وقت. اینها دلشون به درد آمده. این آخوند پاخونده آدمی مثل من ندیدن. نبوده این چنین. و نمیخوام خودم تعریف کنم. یعنی بدین جامعیت و کلیت که ما مطالب رو خدمت شما هموطن عرضه بکنیم ندیدن. این سید هم اگه سکته نکنه خوبه. آقا 4 تا چیز نیتروگلیسرین میزنین آقا زیر زبانتون. چیه اون دوا میخورن؟ نمیدونم اسمش، یادم رفت. یه قرصا هست موقعی که فشار قلب زیاد میشه میذارن. اینها حاصل ذهنیت استبدادی است. اگر شما اسلامتون اونقدر عظمت دارد و اونقدر اصالت دارد و اونقدر خدایی است و نبوت و وحی و همه اینا درست، چرا انقدر میترسین از یک کلمه حرف؟ چرا انقدر عصبانی میشوید؟ آقا بازی شلواری میدوید این طرف اون طرف، یه تلویزیونی پیدا کنید چند تا کلپته بگید دلتون خنک شه. شما بس اینقدر این شکوه و عظمت اسلام شما بهش مستظهر باشید که بگی آقا اینا که حرفی نیست که مهم نیست. اما چون مستدل نیست و پایش سسته و خودشان هم میدونن، به محض یک کلمه حرف اسلام در خطره. اسلام در خطره. باری یک روز این ملت این وضعیت رو دگرگون خواهد کرد. یک روزی حقایق اینها بیشتر آشکار خواهد شد. روزی که بیان آزاد که محترمترین پدیده های مکشوف در تاریخ بشر است مسلط بشود به جامعه، اون موقع است که تمام این بساط خرافات در کوله پشتی ملایان خواهد رفت و هر یک از گوشه گریزان. خب من چون ساعت با قابلم نیست، اصلا نمیدونم چه ساعتی هست چه ساعتی نیست، اینقدر میدونم که در داستان زال و رودابه هستیم. بله
خب خدمت شما عرض کردیم که یا اجازه بدید که امیر گرامی یک موسیقی منتخب پخش بکنن و برگردیم فضا رو عوض کنیم. از این بوی سلفور اسلام هم از اینجا رفته باشد از فضا. برگردیم خدمت شما.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818 345 0607. سپاسگزاریم. با درود بر شما وطن گرامی. ببخشید اینجا هوا سرده، خیلی هم سرد شده. لطف الله خان مجد اهل شمال بود، مازندران اگر اشتباه نکنم. در شمال نوازندگان تار بسیار اندک هستند به جهت رطوبی بودن هوا و به همین دلیل هم بیشتر نوازندگان تار در حاشیه کبیر هستن و شهرهای خشک، چون این ساز خیلی خیلی حساس هست به رطوبت. لطف الله خان صاحب سبک بود، مورد علاقه غلامحسین خان بنان بود، نوازنده مورد علاقهش بود و همونطور که عرض کردم سبک خاصی داشت. ما که بنده حقیر قدیما میگفتن، بنده ناچیز، از بعض ساز این بزرگان امروزمون هیچ نفهمیدم. آقا گمان کردم یه چیزی در کله ما کار نمیکنه، لابد نمیفهمیم ساز این شخص یا اون شخص رو. هی گوش دادیم آقا نفهمیدیم هندیه، نفهمیدیم روسیه، نفهمیدیم این چیزی که داره نواخته میشه اروپاییه، کمچاتکاییه، کجاییه. آقا این عبارات پارسی، عبارات موسیقی ایرانی آقا پیداست. آقا به محضی که مضراب اول شما رو وارد فضا میکنه، حالا هر مقامی که می نوازد با همون دو نوت اول درست مثل که شما رو بر می دارن میبرن در آسمان، در اون فضا، در فضای همایون، در فضای سگاه. اما هرچه ما گوش دادیم بعد دوباره خودمون رو لعنت کردیم، آقا تو نمیفهمی. باز نشستیم گوش دادیم هیچ نفهمیدیم. قدیما که شعر میگفتن یک شعرهایی میگفتن در اون روزگار عصر شکوهمند بیسوادی، شعر نو. خب بعضش خیلی خوب بود، بعضش هم چون هیچ کس نمیفهمید خیلی تعریف میکردن و گویندش مشهور میشد. لابد یه چیزی هست که ما نمیفهمیم. خب به هر صورت نوازنده در هر فرهنگی سعی میکند که با سازش مفسر فرهنگ شود. آقا اگر بنا باشد از یک نوازنده ایرانی شما موسیقی ایرانی با اسلوب ایرانی و لهجه ایرانی و عواطف ایرانی از او ساز نشنوید، خب اون ایرانی نیست، یه چیزی دیگه است. مثل این که فرض کنید یک استاد هندی سیتارش برداره باش گیتار بزن، و نمیشه که. خب برگردیم سر این داستان زال و رودابه که عرض کردیم دختران رو فرستاد به بهانه گل چیدن و با زال سخن رفت و زال رو دعوت کردن برای دیدار رودابه. دنباله داستان که اینها رفتند گزارش دادند و اینها چنین گفت با بندگان سروبن که دیگر شدستی به رای و سخن. همون زال کو مرغ پرورده بود چنان پیر سر بود و پژمرده بود. به رخ شد کنون چون گل ارغوان سهی قد و زیبا رخ و پهلوان. گوه همون زالی که شما میگفتید که پیره و نمیدونم پیر زایده شده و مرغ بنا کرده، حالا چطور شد که به گونه دیگر شد در رای و سخن؟ یعنی در اندیشه و سخن شما گزارش دگرگونه شد. چه شد؟
رخ من به پیشش بیاراستید، بگفتید و زان پس بها خواستید. همی گفت و لبها پر از خنده داشت، به شوق آمده بود رودابه از عشق زال. البته عشق و عاشقی حرام است در اسلام. شما حق عاشقی ندارید. میبینید که فلان کس مثلا حاج حسین پارچه فروش دختر 9 ساله داره 10 ساله، میگه حاج من دختر شما رو میخواهم. چه کنیم چه نکنیم؟ یه گونی سیاه به کله میکشن، برمیداریم میاد اونجا مثل یه کوزه‌ای که نمیشه هم کوزه رو دید، یک در گونی سیاه. عاشقی معنی ندارد آقا. عاطفه اساساً عاطفه انسانی حرام است، بیانش جاری کردنش حرام است. دیدید ملاها رو هیچ عاطفه نشون نمیدن. ملای خندان ما ندیدیم. به جهت اینها هم به کاسبی ضرر میزند، هم مخالف متانت هست. آقا مولا نمیدون بدود. همه این دویدن ها رو که ندویدن گذاشتن برای روز فرار از ایران. چه دویدنی بکنه آخوند؟ اوه 100 متر در 6 ثانیه. روز دویدنشون هم خواهد آمد. خب همی گفت و لبها پر از خنده داشت، رخان همچو گلنار آکنده داشت. چنین گفت پس بانوی بانوان، پرستنده ای را کزیدر دوان. به مژده شبانگه سوی او شوید، بگویید و گفتار او بشنوید. که کامت برآمد بیارای کار، بیا تا ببینی مهی پرنگار. یک نفر مأمور کرد، گفت ما قبول کردیم بیایی و ما رو ببینی. پرستنده با بانوی ماه روی چنین گفت، کاکنون ره چاره جوی. که یزدان هر آنچت هوا بود داد، سرانجام این کار فرخنده باد. لغات زیبای پارسی با چه استحکامی در کنار هم قرار گرفته است از زبان حکیم طوس، این بزرگترین شهروند ایران زمین. همی کار سازید رودابه زود، نهانی ز خویشان او هر که بود. یکی خانه بودش چو خرم بهار، ز چهر بزرگان بروبر نگار. خب میگوید یکی از خویشان خانه‌ای داشت بسیار بزرگ و ز چهر بزرگان بروبر نگار. نقاشی همه بزرگان به در و دیوار این منزل بود. نقاشی البته حرام است. هر جا نقاش رو دیدید مچش را قطع کنید. شون بود پرستی سقا نقاشی. بله. به دیبای چینی بیاراستند، طبقهای زرین بپیراستند. می و مشک و عنبر برامیختند، عقیق و زبرجد فرو ریختند. بنفشه گل و نرگس و ارغوان، زمن شاخ و سوسن به دیگر کران. همه زر و پیروزه بود جامشان، به روشن گلاب اندر آشامشان. این گلاب کنایه از شراب است. از آن خانه دخت خورشید روی، برآمد همی تا به خورشید بوی. بوی عطر و جای خوشبو از این خانه دخت خورشید روی بر آسمان بر می شد. رفتن زال به نزد رودابه، این دیگه اوج در واقع این رومانس هست. چو خورشید تابنده شد ناپدید، در حجره بستند و گم شد کلید.
پرستنده شد سوی دستان سام، که شد ساخته کار بگذار گام. سپهبد سوی کاخ بنهاد روی، چنان چون بود مردم جفت جوی. جفت یعنی همسر. برآمد سیه چشم گلرخ به بام، چو سرو سهی بر سرش ماه تام. چو از دور دستان سام سوار، پدید آمد آن دختر نامدار. دو بیجاده بگشاد آواز داد، که شاد آمدی ای جوانمرد شاد. فرط خوشحالی، تکرار شاد دوبار در واقع تأکید میکند بر شادی رودابه. بر پشت بام از دور تن و توش پهلوانی زال رو دیده. دو بیجاده بگشاد و مقصود لبان سرخ رودابه است. آواز داد که شاد آمدی جوان مرد شاد. درود جهان آفرین بر تو باد، خم چرخ گردان زمین بر تو باد. اینجا البته بنده همونجوری که میخونم این غلطایی که تو این متن هست رو در واقع درستش خدمت شما میخونم. اینجا نوشته است دو بیجاده بگشاد آواز داد، که شاد آمده ای جوان مرد زاد. معنی نداره. داری در این نسخه سنت جوزف که در دست من است، که بهترین نسخه است که تا حالا کشف شده است کنار نسخه لندن، که شاد آمدی ای جوان مرد شاد. خب پرستنده خرمدل و شاد باد، چنانی سراپای کو کرد یاد. پیاده بدینسان ز پرده سرای، برنجید آن خسروانی دو پای. سپهبد چو از باره آوا شنید، نگه کرد و خورشید رخ را بدید. سام نگاه کرد، زال ببینی کی این صحبت میکنه. خورشید رخ را بدید. شده بام ازو گوهر تابناک، ز تاب رخش سرخ یاقوت خاک. چنین داد پاسخ که ای ماه چهر، درودت ز من آفرین از سپهر. چه مایه شبان دیدن در سماک، خروشان بدم پیش یزدان پاک. همی خواستم تا خدای جهان، نماید به من رویت اندر نهان. کنون شاد گشتم به آواز تو، بدین چرب گفتار با ناز تو. یکی چاره راه دیدار جوی، چه باشی تو بر باره و من بکوی. گفت اما عجله دارم تو رو ببینم از نزدیک، یک فکر بکن من چگونه بیام بالا. تو روی دژی، بالای دیواری، روی ایوانی و من در کوی هستم. چگونه من به تو رسم؟ پریچهره گفت سپهبد شنود، ز سر شعر شبگون همی برگشود. شعر شبگون یعنی پارچه ابریشم نازک تنما که به سرش بسته بود باز کرد. کمندی گشاد او ز سرو بلند، کس از مشت سازان نپیچد. کس از مشت زانسان نپیچد کمند. خم اندر خم و مار بر مار بر، بران قبقبش تار بر تار بر. فروهشت گیسو از آن کنگره، به دل زال گفت این کمندی سره. اونو باز کرد، موهاشو آویخت از بالا به پایین، گفت بگیر و بیا بالا. به به چه کمندی. زال گفت عجب کمند خوبی. به دل زال گفت این کمندی سره. پس از باره رودابه آواز داد،
که ای پهلوان بچه گرد زاد، کنون زود بر تاز و برکش میان، بر شیر بگشای و چنگ کیان. بگیر این سیه گیسو از یک سوم، ز بهر تو باید همی گیسوم. نگه کرد زال اندران ماه روی، شگفت آمدش زان چنان گفت و گوی. بسایید مشکین کمندش به بوس، که بشنید آواز بوسش عروس. که البته این بیت هم در کتاب قدیم نیست. چنین داد پاسخ که این نیست داد، چنین روز خورشید روشن مباد، که من خیره را دست بر جان زنم. بر این خسته دل تیر پیکان زنم، کمند از رهی بستد و داد خم. بیفکند خار و نزد ایچ دم. گفت این مایه ننگ منه که آویزان بشوم به زلف رودابه و او رو برنجانم. و کمند رو از دست رهی، غلامی که همراهش بود، کمند من بیار. کمند آورد، بیفکند خار و نزد هیچ دم. بیفکند خار یعنی به آسانی کمند رو به کنگره وصل کرد، پرتاب کرد در پرتاب اول، خیلی راحت. به حلقه در آمد سر کنگره، برآمد ز بن تا به سر یکسره. چو بر بام اون باره بنشست باز، بیامد پری روی و بردش نماز. بعد کمند گرفت و رفت بالا. وقتی که ایستاد روی پشت بام، رودابه آمد و تعظیمی کرد در مقابل زال. در کارهای مینیاتور که باب شد از زمان قازان خان مغول تا عصر صفوی و نزدیکتر، یکی از موضوعات مورد نظر استادان مینیاتور همین صحنه بالا رفتن زال هست از کاخ رودابه. همواره شما این رو پیدا میکنید. گرفت اون زمان دست دستان به دست، برفتند هر دو به کردار مست. به به، دو عاشق، زال سر سام، نوی نیرم آمد دست در دست رودابه دختر پادشاه کابل، رفتند به طرف داخل. بله، گرفت اون زمان دست دستان به دست. دستان میدونید لقب زال هست. برفتند هر دو به کردار مست، فرود آمد از بام کاخ بلند، به دست اندرون دست شاخ بلند. سوی خانه زرنگار آمدند، بدان مجلس شاهوار آمدند. بهشتی بد آراسته پر ز نور، پرستنده بر پای بر پیش حور. شگفت اندران مانده بود زال زر، بدان روی اون موی اون زیب و فر. ابا یاره و طوق و با گوشوار، ز دیبا و گوهر چو باغ بهار. به 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 به، دو رخساره چون لاله اندر چمن، سر جعد زلفش شکن بر شکن. همان زال با فر شاهنشهی، نشسته بر ماه با فرهی. حمایل یکی دشنه اندر برش، ز یاقوت سرخ افسری بر سرش. ز دیدنش رودابه می نارمید، بدزدیده در وی همی بنگرید. زال به اون عظمتش نشست، رودابه تاب نداشت، مرتب دزدانه در وی همی بنگرید، مرتب نگاه میکرد، برانداز میکرد این مرد دلاور رو. بدون شاخ و یال و بدون فر و برز،
که خارا چو خار آمدی زو بگرز، فروغ رخش را که جان بر فروغ، در او بیش دیدی دلش بیش سوخت. دلش بیش سوخت یعنی آتش عشقش زبانه میکشید. از دید هرچه بیشتر نگاه میکرد عاشقتر میشد. رودابه بر زال همی بود بوس و کنار و نبید، مگر شیر کو گور را نشکرید. دیگه در کنار هم نزدیک شدن، شراب بود و بوس و کنار بود و بعد اینجا مگر شیر کو گور را نشکرید. اینجا نشکرید یعنی نشکست، یعنی جز اون که شیر نر به گور حمله ای نکرد، نشکرید یعنی اینکه از بوس و کنار افزونتر نشد این نشست. بله، همی بود بوس و کنار و نبید، مگر شیر کو گور را نشکرید. سپهبد چنین گفت با ماه رو که ای سرو سیمین بر مشکبوی، منوچهر چون بشنود داستان، نباشد بلی نیز هم داستان. شاید اینکه این نوه ضحاک است. همان سام نیرم برآرد خروش، کف اندازد و بر من آید به جوش. ولیکن نه پرمایه جان است و تن، همان خار گیرم بپوشم کفن. پذیرفتم از دادگر داورم، که هرگز ز پیمان تو نگذرم. شوم پیش یزدان ستایش کنم، چو یزدان پرستان نیایش کنم. مگر کو دل سام و شاه زمین، بشوید ز خشم و ز پیکار و کین. گفت هم پدرم خشمگین خواهد شد، هم منوچهر شاه، از این که من با نوه ضحاک دوستی دارم یا قصد ازدواج دارم. دعا میکنم که این دو تن ممانعتی ایجاد نکنند. جهان آفرین بشنود گفت من، مگر کاشکارا شوی جفت من. جفت یعنی همسر. بدو گفت رودابه من همچنین، پذیرفتم از داور کیش و دین. که بر من نباشد کسی پادشاه، جهان آفرین بر زبانم گواه. جز از پهلوان جهان زال زر، که با تاج و گنج است و با نام و فر. منم سوگند یاد کردم که هیچ کس جز زال همسر من نشود. همی مهرشان هر زمان بیش بود. هرچی سخن میگفتن عاشق‌تر میشدن. همی مهرشان هر زمان بیش بود. خرد دور بود آرزو پیش بود. اینجا دیگه جای عقل نبود، جای عشق بود. عشق پشت دستی بر دهان عقل سودایی زده بود به قول سعدی. چنین تا سپیده برآمد ز جای، تبیره برآمد ز پرده سرای. پس اون ماه را شاه پدرود کرد، تن خویش تار و برش پود کرد. سخت رودابه را در آغوش خیچید. تن خویش تار و برش پود کرد. پیچیدن به هم، در واقع در آغوش گرفت. چون آفتاب داشت طلوع میکرد، زال باعثی ترک میکرد. سر مژه کردند هر دو پرآب، زبان برکشیدند بر آفتاب. که ای فر گیتی یکی لخت نیز، یکایک نبایست آمد هنیز. ز بالا کمند اندر افکند زال، فرود آمد از کاخ فرخ همال. خداحافظی کرد. آفتاب که طلوع کرد با گریه از هم جدا شدند و زال این دیدار رو هم پشت سر گذاشت، در حالی که جانش مملو از عشق رودابه بود و رودابه نیز چنین بود از یکدیگر
جدا شدن، ما هم بایستی از شما عزیزان جدا شویم. سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید، از امیر گرامی در اتاق فرمان، از همه شما هموطنان بزرگوار در هر جای هستید سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، خداوند ایران زمین، نه اون الله مدینه. اون الله مدینه عرض کنم جز خونخواری و کجطبعی و بیرحمی و تیر روانی چیزی نداشت. باری درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.